I can put fist, maybe even more here. And how long has this been going on? It's probably been 5 or more years. Everything's kind of felt, real stiff and tight. Make your belly into jelly. Oh. Feel that arm. Oh. Fist. Now it's one finger. I can almost feel that. Yeah. از کجا تشریف آوردی؟ منچستر. منچستر. با چه مشکلی؟ گردن به جلو. آرزوی گردن به جلو. دیگه شما وقتی روی کمر دراز میکشید چه اتفاقی میفته؟ سرم به زمین نمیخواد. سر به زمین نمیرسه. درسته؟ جلسه اول هفته گذشته دیگه. خب الان چی؟ الان دیگه میرسه خدا رو شکر توی جلسه آره. کامل رسید. کمر که میخوابی کامل رو سر کامل روی زمین. بله رسید. چند وقت درگیر این قضیه رو؟ من 3-4 سالی درگیرشم. چه کارهایی براش انجام دادید؟ 2-3 مرتبه یعنی 2-3 تا جلسه 10 جلسه رفتم فیزیوتراپی. بخش عمده‌اش رو با اصلاح ساختار شافی عصب عضله انجام بده یعنی آزاد کنیم و یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به حرکات اصلاحی که ایشون باید انجام بده تا آروم آروم از این مشکلی که تقریبا مزمن شده بود براشون برگرده و این مشکل به مرور زمان برطرف بشه.